سلام دوستان عزیز. در این ویدیو تصمیم گرفتیم که طرز پر کردن انکتی ویزی انگلیه رو برای شما نشان دهیم توسط کمپانی اگری. دوستان عزیز، اول شما با پشت خود داخل میشوید. کمپانی اگری برای شما همه سرویسین پیشنهاد است. با اون سرویسین یعنی با اون پیامک میگن داخل میشوید و در اینجا یعنی سیلک است است، یعنی گفته شده است که توسط همین سیلک در آمده انکت ویزا رو همچون آنلاین پر کن. خب ما با این سیلک پخش میکنیم. یعنی اینجا دوستان عزیز سایدی یا که صحیفه اساسی بولتن کبیر است، یعنی سایدش نامش gov.uk می باشد. کمی پایان میکنیم. در اینجا اپلای است. اپلای با خودی سیاه در پایینش you must apply online for this visa، یعنی شما باید ویزی خود رو آنلاین پر کنید. با اپلای آنلاین پخش میکنیم. خب در اینجا سوال داده است که آیا شما خواهشی در یکی از حدودهای بولتن کبیر زندگی کردن رو دارید؟ شما یس میکنید. کانتینیو یعنی دوامش رو پخش میکنید. بعد از اون دولت رو انتخاب میکنید. دولت مثل رشن میشه، رشن فدریشن. next следующий. بعد از اون این رو پخش میکنید. next следующий. خب apply now یعنی پخش میکنید. بعد نیو اپلیکیشن این رو پخش میکنیم و پر کردن انکت رو آغاز میکنیم. در اینجا پشتی خود رو مینویسید. من در اینجا پشتی خود رو مینویسم. شما در اینجا باشد حتما پشتی خود رو نویسید. خب وقتی که پشت خود رو نویسید در اینجا رقم در اینجا پرو میمونید. پرو باید هم حرف باشه هم رقم باشد. خب برای آسان شدنش من 1 2 3 4 5 بنویسم. خب حرف باشد قویر تی. در اینجا باز پرول رو تکرار میکنیم. 1 2 3 4 5 قویر تی. شما میتونید خیلی خوب پرول مونید. خب وقتی که تخمین شد باز دوامش میبید. در اینجا پرسپوزیشن شما میخواید که کدام نوعی ویزا رو شما پر میکنید، یعنی ویزا شما کدام نموده است. خب ویزا شما temporary work seasonal work یعنی کاری موسمی هست و کاری وقتی تنها 6 ماه هست، یعنی از پایان که ما انتخاب میکنید. سیو انکم یعنی معناش سخرانید ای پر درجات رو پخش میکنید. بعد از اون میسنجید پشتاتون رو میسنجید که طوری هست یا نه. و بعد از اون کدوم نمودی ویزا رو شما پر میکنید. temporary work seasonal work یعنی همین رو باید شما حتما انتخاب کنید. بعدش کانتینیو یعنی دوامش رو پخش میکنید. دوامش میزیاد. خب میگوید که همین ایمیل همین پشتا شما تعلق دارد. شما گید این رو انتخاب میکنید. سیوینگ کانتینیو رو پخش میکنید. دوامش میپرسد که خود یکم پشتی دیگر داری؟ اگر یکم پشتش داشته یس رو انتخاب میکنید. اگر نداشته باشد نو رو انتخاب میکنید. سیوینگ کانتینیو رو پخش میکنید. دوامش اینجا رقم تلفن میگه. من رقم تلفن خودم رو نوشتم. در اینجا این رو انتخاب میکنید. گوتوسی یعنی معنیش اینه که همین رقم رو شما بیرون از بولتن کبیر اطلاع میدید، یعنی در راسته اطلاع میدید. شما در اینجا باید رقم تلفن راسته خود رو نویسید. اگر اینی ارتباط نداشته باشید رقم بولتن هم میتونه نویسید. خب در اینجا
این رو انتخاب میکنین. موبایل تلفن نمبر، یعنی این تلفنی موبیلی هم میگید. خب سیوینگ کانتینیو رو پخش میکنیم. خب در اینجا پرسید که باز یکم تلفن نگهداری اگر داشته باشد yes، اگر نداشته باشد no رو انتخاب میکنید. سیوینگ کانتینیو رو پخش میکنید. تمامش. در اینجا میپرسد که ما با شما چه در علاقه برویم. شما یکم رو انتخاب میکنید، یعنی شما میتونید با من زنگ بزنید یا با من تبشین فرستانید. دوامش سیوینگ کانتینیو. بعد از اون اینجا نامتون رو مینویسید. من در اینجا نام خودم رو مینویسم. شما فامیل ایمیل نام خودتون رو با زبان انگلیسی مینویسید. دوامش. خب در اینجا نو رو انتخاب میکنید، چون که یکم بار نامتون رو عوض کردنی بودید یا نه، یکم بار نامتون رو عوض کردید یا نه. اگر عوض کرده باشه همه گیر با اونجا همون نوعی همون فامیل ایمیل اشتراکتون رو مینویسید. اگر عوض نکرده باشه نو رو انتخاب میکنید. سیو این کانتینیو رو پخش میکنید. بعد از اون در اینجا اگر مرد باشید میل میکنید، اگر زن باشید فیمیل میکنید. در اینجا استاتوس شما رو میپرسد. اگر مجرد باشد سینگل، یعنی یکمش رو پخش میکنید. اگر شما شوهردار یا زندار باشید این رو پخش میکنید married. و بعد از اون سیو این کانتینیو رو پخش میکنید. تمامش. خب در اینجا پرسید که شما سورس نمبر دارید. خب شما سورس نمبرتون دوستان عزیز از پشتتون میدروید. کمپانی اگری برای شما سورس نمبر فرستاده است. خب سورس نمبر شما نه واش نمبر سورس، این رو در اینجا ما کپی رو میکنیم. خب در اینجا رو ثبت میکنیم. در اینجا واش یس میکنیم. بعد در اینجا همون سورس نمبر رو ثبت میکنیم، میگذاریم. سیو این کانتینیو رو پخش میکنیم. خب آن اکنون در اینجا آدرس میپرسد. شما اکنون آدرس خود رو مینویسید. مثل من در اینجا یک نمونه مینویسم، یک تو آدرس مینویسم. مثل من بروم یاد مینویسم. سیتی مثال همین مسکو مینویسم. سیتی مثال مسکو مینویسم. خب اینجا برای مثال خب پوشکینا مینویسم. پوشکینا مینویسم. خب اینجا با ایندکس، یعنی پشتوای ایندکسی همون آدرسی خود رو مینویسید. ما در اینجا برای نمونه برای شما نویسم. شما در اینجا پشتوای ایندکس مینویسید. پشتوای ایندکس. وقتی که پشتوای ایندکس خود رو نویسید بود در اینجا دولت یعنی راشن مینویسید. راشن فدریشن. خب باز یک بار میگم در اینجا آدرسی خود رو مینویسید. در این دو جای خولش یعنی کوچه‌تون رو. خب و اگر امکان باشد همون رقم های خانه رو هم میتونید اینجا نویسید. خب و بعد از اون در اینجا شهر ولایت، بعد اون در اینجا پشتوای ایندکستون، در اینجا دولت، در اینجا پرسپولیس. آیا همین و آیا شما در همین آدرس زندگانی دارید؟ خب شما یس میکنید. سیوینگ کانتینیو رو پخش میکنید. تمامش دوستان عزیز. در اینجا میپرسد که شما در همین آدرس در یکمش چند روز میکنید، یا که ویکس چند هفته هستید، یا که چند ماه هستید و چند سال هستید. شما اگر در همان آدرسی که ما نویسیم در همون آدرس اگر سال باشد سال نویسید، ماه باشد ماه، هفته باشد هفته، روز باشد روز رو انتخاب کنید. مثلا میگیریم یه میگیریم سال. خب آن اکنون در همون آدرس شما
چند سال زندگی داره. مثال میگیریم 2 سال میگیریم تخمین شما همون آدرسی خود رو در آن آدرس در همون طرح شما چند سال یا چند ماه زندگی دارد هوای رو در اینجا مینویسید. من برای نمونه برای شما نویسم. من اکنون در اینجا گفته که آیا همون خانه آیا همون آدرس از آن خودتان است یا که او رو اجاره گرفتید. اگر خانه به شما تعلق داشته باشد یعنی یکمش رو انتخاب میکنید. اگر اجاره باشد این رو انتخاب میکنید. بید من اجاره میکنم. I rent it. دومش خب اینجا درباره پاسپورت میپرسد. خب پاسپورت یعنی زگرن است. نوع زگرن اینجا می‌نویسیم. مثال رقمی زگرن اینجا من رفتم یک تا نمونه می‌نویسم. خب شما باشد زگرن خود رو میکشید رقمش رو در اینجا می‌نویسید. من این رو همچون نمونه نویسم. خب در اینجا باشد همین زگرن رو هر دو مقامات شما در گذار گرفتید. مثلا هوای رو می‌نویسید. مثلا شما اگر یکی در سرش اینکه می‌نویسید یا می‌نویسید اگر در دوشنبه باشد اینجا دوشنبه می‌نویسید. اگر خوجم باشد خوجم می‌نویسید. بید من یک دو می‌نویسم دوشنبه برای می‌نویسم دوشنبه. اگر شما یکم ویلر یا نوحه باشد همون یا می‌نویسید نوحه رو در اینجا می‌نویسید یا شهر و همون چی خود رو ولایت خود رو. اگر در راسته گرفته باشید همینجا می‌نویسید رشا. در اینجا همین زگرن همون پاسپورت رو سال روز ماه سال چندم گرفتید. من یک دو نمونه می‌نویسم 12/05 خب 2012. در اینجا همین پاسپورت همین زگرن شما سال ماه چندم یعنی مهلتش باقی میرسد. مثال در اینجا میشه 12 برای مثال 2024. در اینجا دوستان عزیز شما زگرن خود رو میکشوید. در اینجا رقم زگرنتون سریشه در اینجا هر دو مقامات همون زگرن رو به شما داد. در اینجا باشد یعنی روز ماه سال چندم شما پاسپورت رو گرفتید. در اینجا باشد روز ماه و سال چندم همین مهلت پاسپورت زگرن شما باقی میرسد. دومش خب در اینجا پرسید که do you have a valid national identity card. در اینجا گفته که شما یگان پاسپورت داخلی یعنی ورودترین پاسپورت تاجیکی دارید. شما یس میکنید. در اینجا هم با یعنی رقم ها سریعی پاسپورت تاجیکتون رو مینویسید. مثال یکم سریع پاسپورت تاجیکی مینویسید. مثال من رفتم رقم میمونم این رقم ها رو من در پیش خودم نوشتم همچون نمونه برای شما دوستان عزیز. شما در اینجا رقمی پاسپورت تاجیکی خود رو می‌نویسید. در اینجا باشد هر دو مقامات همین پاسپورت رو برای شما داد. اینجا می‌نویسید یا می‌نویسید حسی میدان شد. مثال می‌نویسیم دوشنبه من می‌نویسم اما شما در کدام ناحیه در کدام شهر باشه اما شهر خود رو ناحیه خود رو می‌نویسید. در اینجا روز ماه سال چندم همین پاسپورت رو شما گرفتید یعنی پاسپورت تاجیکی رو نظر دارد. مثلا می‌نویسیم 12/05 سال 2015 گرفتید. 2015 گرفتید. انا کنون روحتش کای باقی میرسد. خب 12/05/2025 یعنی شما در اینجا
رقم پاسپورت خود در اینجا سری پاسپورت خود در اینجا کدام مقام داد در اینجا روز ماه سالی گرفتن پاسپورت تاجیکتان رو می‌نویسید. در اینجا باشد روز ماه سالی یعنی مهلتی تمام شوی پاسپورت تاجیک خود رو می‌نویسید دوستان عزیز. بعد از اون سیو این کانتنت رو پخش میکنید. خب در اینجا دعوت هم رو می‌نویسید. در اینجا می‌نویسید تاجیکستان برآمد. در اینجا هم می‌نویسید تاجیکستان می‌نویسید. در اینجا place of birth در اینجا جوی تولدتون رو می‌نویسید یا شهرش رو یا که ناحیه یا دهه‌اش رو می‌نویسید. مثلا اگر شما در دوشنبه بعد دنیا باشید اینجا دوشنبه می‌نویسید. اگر اخوجان باشید اخوجان می‌نویسید. اگر از یگان جای دیگه باشید همان مکان رو می‌نویسید. اینجا من برای مثال برای شما می‌نویسم دوشنبه. خب انا کنون ای روز ماه و سال تولد. روز برای مثال میگیریم 23 ماهش 9 سالش 1991 میگیریم. در این شما سال ماه و روز تولد خود رو حتما می‌نویسید. دومش سیو کانتینیو تخمین ای پرورش رو پخش میکنیم. دومش دوستان عزیز در اینجا میپرسد که شما غیر از شهروند جمهوری تاجیکستان باز شهروند یگان دولت دیگر هستید یا نه؟ یعنی تو شهروندی دارید یا نه؟ اگر داشته باشید یس میکنید، اگر نداشته باشید نو میکنید. من نو میکنم برای مثال. خب در اینجا سوال میکرد که شما در فدراسیون روسیه چخیل اجازه کاری یا زندگی دارید. شما در اینجا این رو انتخاب میکنید. اگر شما رزیدنس داشته باشید یعنی رژانس وید نجیت داشته باشید این رو انتخاب میکنید. اگر شما پتن داشته باشید این رو انتخاب میکنید و در اینجا مهلتی با خیراتی همون پتن می‌نویسید. برای مثال یک تا نمونه می‌نویسم. من 09 ماهش 08 2022. خب یک بار دیگه میگم اگر شما پتن داشته باشید یک ماهش انتخاب میکنید. اگر شما وید نجیت داشته باشید دو ماهش رو انتخاب میکنید، یک ماهش رو انتخاب نکنید و سیو این کانتین رو پخش میکنید. بعد از اون در اینجا سوال داده است که ما با کدام زبان با شما گپ زنیم. اگر شما انگلیسی رو دانید انگلیسی میکنید. اگر انگلیسی رو ندانید این رو انتخاب میکنید. بعد در اینجا میپرسد که ما با شما با کدام زبان حرف زنیم. اگر روسی رو دانید، اگر زبان روسی باشد من خیلی رش مینویسید سیو این کانتین رو پخش میکنید. بعد از اون دوستان عزیز خب در اینجا درباره حتمیال شما میپرسد. یعنی حتمیالتان آیا شما همراه یگان کس میرین؟ گفتم که سوال داده است. خب مثال آمش رو مینویسید. من برای مثال مینویسم فروزان. در اینجا فامیلیا مینویسم سیدال. برای مثال نگوش در اینجا همون رفیق یا همون پارتنر خود رو مینویسید. در اینجا سوال است که روز ماه سال تولد همون شخص رو مینویسید. مثال مینویسیم 25 08 1999. خب
country of nationality یعنی همون رفیقتون یا همون پارتنرتون یعنی ملتش می‌نویسید تاجیکستان. خب باز برای اینجا سوال پیدا میشه که همون شخص همون پارتنرتون این حال با شما زندگی دارد. اگر با شما همراه شما باشد یس میکنید، اگر همراه شما نباشد نو میکنید. خب من میگم یس، همراه من زندگی میکند همون شخص یعنی رفیق من. خب سوال دومش همین گفته است که آیا همون پارتنرت همراه تو با بریتانیا کبیر میرود؟ من میگم نه. اگر شما هم گوید یعنی در اینجا باید زگران یعنی زگران پاسپورتش سری زگران پاسپورت همون رفیق یا پارتنر خود رو باید در اینجا نویسید. من نو میکنم. سیوینگ کنتون رو پخش میکنم دوستان عزیز. و بعد از اون باز در اینجا سوال داده شد که آیا یگان شخصی هست که بر شما احتیاج داشته باشد در جهتی یعنی فینانسی، یعنی شما اگر یگان شخصی مثال در شما وابسته باشد همون مثال در این شخص میتونم همون شخصی هست که مثال بر شما احتیاج داشته باشد. در اینجا فرزندی از 18 پایان داخل می شوند. اگر باشد یس میکنید، اگر نباشد نو میکنید. اگر شما یس کنید بعد از این باید همون فامیل ایمیل سال تولد همون شخص ما رو باید در اینجا نویسید. اگر یک کنید نمی نویسید. سیوینگ کنتینیو. من این رو مثال گفتم یعنی یک نمونه شما ببینید. اگر همچین شخص باشد یس کنید، اگر نباشد نو کنید وابسته به خودتان. سیوینگ کنتینیو. خب در اینجا درباره والدین معلومات میدهید. در این قسمتش مثال میگیرید درباره فادر نه پدر، درباره پدر معلومات میدهید. مثال در اینجا نامشان مثال می‌نویسیم پرویز می‌نویسید. خب در اینجا فامیلشان است. برای مثال سعیدو. خب سعیدو. برای مثال در اینجا روز ماه سال تولد روزشان مثال میگیریم 15 ماه 10 سالش 1962. در اینجا باشد ملتشون رو انتخاب میکنیم. ملت یعنی از تاجیکستان یعنی تاجیکستان. خب باز در اینجا سوال آمده است که have they always the same nationality یعنی آنها و شما در یک ملت هستید. شما یس میکنید. باز در اینجا مادر رو انتخاب میکنید. یعنی ما پدر رو انتخاب کردیم باز مادر رو انتخاب میکنیم. خب مادر می‌نویسید برای مثال فرزانه فامیلی مادر. برای مثال می‌نویسید سعیدو و خب روز ماه سال تولد. روز با می‌نویسیم برای مثال 14/08 سالشان به 1972. ملت می‌نویسید تاجیکستان. این آسان است اونجا میشکنید. خب در اینجا با یس رو پخش میکنید. سیوینگ کنتینیو. دومش هستیم Do you have any family in the UK؟ گفت که در بریتانیا کبیر یا تو اویله دارید. شما نو رو پخش میکنید. سیوینگ کنتینیو. دومش
خب در اینجا بود که وقتی که با بهترین کدی رفتید همراه یگم گروپ یا یگم ارگانیزاسیا با یگم جمعه رو استفاده میکنه شما نو میکنید در اینجا هم نو میکنید در اینجا بود که وقتی که با بهترین کدی رفتید همراه پارتنراتون یا همراه یگم دیگر با یگم جوی دیگر میروید نو در اینجا دوستان عزیز این وابسته با خودتون است اگر خوشحال با یگم رفیقتون اگر به اونجا رفتن خواهید در اونجا هم میتونید خب سوال دیگری دوی نو و یا یو بیسته این که همین گفته است که وقتی که با بریتانی کبیر رفتی آیا تو میدونی که رفته در کجا میستی شما یس میکنید و در اینجا میگوید که همون آدرسی که همون سروغه که با بریتانی کبیر میروی هوای رو نوید خب شما این رو در کجا مینویسید شما این رو خود میبید با پشتتون میبید سایدی اگر این رو با شما پیشونده است خب شما در اینجا همون در پشتی خود میکنید در اینجا آدرس است من آدرس مثال همین آدرس پیداوت میکنید استاک فارم سکلی واسنشه این نمونه است دوستان عزیز این نمونه است عیناً همین خیلی با شما هم توشین آمده است فقط آدرسوش دیگر خیلی است سوستاندش دیگر خیلی است از اون کپی رو کردید دوستان عزیز در اینجا میگذارید استاک فارم وزیر همه شکل کپی رو کردیم خب کپی رو در اینجا تصویر میکنیم میگذاریم خب استاک فارم بید من مینویسم کپی رو نشد خب استاک فارم استاک فارم کپی رو در از اون سوی خود رو در سوستنده میگیره دوستان عزیز در اینجا میگذاره در اینجا باید همش کپی رو نشد دوستان عزیز خوش رو کپی رو میکنید همش کپی رو میکنید خب در اینجا میگذاره من می‌نویسم برای اینکه در کدام صدا باشد میبخشید در اینجا آدرس در اینجا پشتوای ایندکس رو می‌نویسید پشتوای ایندکس دوستان عزیز باز همینجا می‌ذارید پشتوای ایندکس است این پرانگیش است پشتوای ایندکس پستکد میگن آدرس میاره ولی آدرسش نیست یعنی پستکد یعنی عیناً با شما هم همخوانی یا پشتوای ایندکس اومده است کپی رو میکنید خب دوستان عزیز در اینجا میگذارید و فایند یعنی پخش میکنید این رو خب در اینجا انتخاب میکنید یعنی در اینجا چی انتخاب میکنید شما آدرس خود رو در اینجا میبینید استاک فارم بینید همخوانی آدرس بسیار مهم است یعنی سوغا همخوانی آدرس شما باید در اینجا هم باشد در اینجا خواهید گذارید یا خواهید یعنی در همینجا همون آدرس خود رو در همینجا دوستان عزیز میکوبید مثال اینجا چی بود خب استاک فارم سکلی استاک فارم سرویشن شاید نه همین
خب همین رو شما هم آدرس خود رو با مثل همین میکنید. شما یکون پشتوای ایندکسی خود رو در مورد پشت میگیرید. بعد از اون آدرس خود رو در اونجا کپی رو قرار در اینجا گستردی میکنید. در اینجا در مورد انتخاب میکنید. خب وقتی انتخاب کردید همش فلاش به طرز اتوماتیکی همینجا پر میشد. بعد از اون دوستان عزیز سیو این کانتینو رو پخش میکنید. در اینجا میپرسد که اگر از همین آدرسی که حضور نویسیم باز در یکون جای دیگر رفته نیستی، شما نو رو پخش میکنید. نو نه سیو این کانتینو. و از اون میپرسد که have you been to the UK in the past این سوال رو میپرسد که در 10 سال اخیر در بریتانیا کبیر بودی؟ نو. اگر باشد yes میکنید، نباشد نو میکنید. خب have you been issued with the UK visa census? yes. اینجا نو میکنید. اگر شما از اون بار در UK ویزا سپرده باشید و پیش در 10 سال اخیر با بریتانیا کبیر آمده باشید yes میکنید. اگر نامده باشید نو میکنید. دوامش. خب در اینجا گذاشت که در 10 سال اخیر در همین دولت ها بودی؟ در استرالیا، کانادا، در کانادا، زلندیا، یو اس ای، شویسریا و دیگر دولت ها بودی؟ اینجا زیرو، یعنی در یک متش نبودم. اگر باشید انتخاب میکنید. خب انا کنون بود سوال است که در 10 سال اخیر در یکم دولت بودی؟ خب شما بله بودم میگید. انا کنون در اینجا میپرسد که در کدام دولت بودی؟ نام دولت مینویسید. برای مثال اگر شما در یکم دولت دیگر بغیر از روسیه در یکم دولت دیگر اگر بوده باشد همون دولت رو اینجا مینویسید. برای مثال مینویسیم روسیه مینویسیم. راشن فدریشن. انا اکنون میگوید که تو در روسیه چیکار میکردی؟ اگر تحصیل باشد استادی، اگر کار باشد واک، اگر توریست باشد توریست، ترانزیت باشد ترانزیت. بهت واک میکنیم. خب انا اکنون سوال میدید که when did you enter this country؟ به همین دولت میگوید کی داخل شدی؟ بهت مینویسیم اینجا روز، ماه، سال. روزش مینویسیم 06 2021. خب انا کنیم when did you leave this country؟ بودید که کی همین دولت رو تو ترک کردی؟ خب اینجا مینویسیم مثال 06 اینجا مینویسیم مثال 05 2000 02 کنیم 2022. خب شما دوستان عزیز در اینجا فقط رسیدن در اینجا بودید که در 10 سال اخیر باز در کدام دولت بودی؟ یکم دولتی دیگر شما اگر رفته باشید همون دولت رو مینویسید. در همون دولت شما چیکار کردید؟ در واک کار باشد این رو پخش میکنید، حاصل باشد این رو پخش میکنید. خب انا اکنون در اینجا میپرسد که روز، ماه، سال چندم به همون دولت داخل شدی؟ گشته روز، ماه، سال چندم به همون دولت بیرون شدی؟ یعنی تار اومدی. سیوینگ کانتینیو. آسان است دوستان عزیز، یکم جای مشکل نیست. دوامش have you been in other countries؟ در 10 سال اخیر در یکم دولت ها بودی؟ غیر از این دولت های کانادا و استرالیا. خب yes میکنید. سیوینگ کانتینیو. این یک چرا مدد رفت. اینجا مینویسیم
Russian میگیم Russian. خب اینجا میگید سال چندم معنی داور درآمدی گذشته 96. خب 96 2021 سال چندم میگفت درآمدی. خب میگه 96 سال 02 2021. خب 2022 میبخشید. اگر شما حال هم در آسیا باشد سالی تنها روز چند بر آسیا میبود اگر اونجا بینید. انا اکنون باز درباره خب اینجا چی بسید باز همون سوال پرسید. این بیمش خب باید از آسیا باز در اونجا دیگر پرسید است. خب اینجا نام کنید. خب یه دیپلم تراوی که در اینجا بودد که روز ما سال چندم با بریتانی کبیر می آید. شما این رو در پشت خود میگیرید با پشت خود داخل میشوید حتی عدیز است این رو پیرود میکنید. بیستانشی 12 2021. دوستان عزیز این روز ماهی آن سنه که ما با بریتانی کبیر آمدیم. شما همه توشینی در پشت شما هست اما پشت خود می دروید سنه ماه سال تولد خود رو میبخشید سال ماه و روزی با انگلی آمدن رو هپی رود میکنید. بعد از آن خب 25 12 12 گذشته بود یک سیزین کنتینیو. او 21 خوش داد 21 دوامش. نه 22 تا اونجا شما تنی خود رو می‌نویسید. تنی آمدن با بریتانی کبیر خود رو می‌نویسید و یک تا نمونه بود. خب در اینجا دوستان عزیز همش را نام میکنید. نشم نام میکنید. در اینجا پرسید که شما ایلیگال نمیگردید یا نه گفتن که فروداد شما نام میکنید. خب در اینجا در آخر را نام میکنید. انتخاب میکنید این رو نارو دوامش. بعد از آن این رو خب درباره یوم خیل حجم دوریون یوم خیل سطح دوریونی گفته میپرسد شما نام میکنید. خب اینجا هر کتمان میمانید تمامش همین که نام میکنید. خب در اینجا همش نو هر میمانید سیمی کنتینیو. خب در اینجا نو هر میمانید نام میکنید تمامش present good character. در اینجا نام میکنید. خب قبل کنم دوامش میکنید سیوینگ کنتینیو. خب در اینجا میپرسد که خدمت کارگر هستید از کجا خدمت کردید. اگر خدمت کار باشید اگر خدمت کار باشید میکنید.
خب I have not worked the job description above. نه اینجا من نه ببخشید من میگوید که در همین مقامات ها کارگری هستی یا نیستی. شما هر شغل در آخرش میمونید و یک اول شما میخونه میبینید. خب یکمش میگوید که در یک خیلی قوه مطلق کارگری هستی. خب یا در یک عاجز است یا که در یک شرکت خصوصی کارگری هستی که همچنین سوال میکرد. خب دوامش خب در اینجا بود که همون رقمی سوز بندی همینجا نوید. خب شما رقمی سوز بندی چقدر می‌نویسید؟ شما می‌بینید با پشتی خود داخل می‌شوید سوز نمبر یعنی sponsor license number یعنی عمر لیسنزی سپانسور یعنی این رو کپی رو می‌کنید. خب در اینجا می‌گذارید. بعد از اون می‌پرسد که yes می‌کنید یعنی همون سپانسور یعنی چی راضی شد یعنی شما که همکاری کرد شما yes می‌کنید تمامش. خب what the type of jobs you're coming you can do. خب در اینجا میگه که برای اینجا پر کردن میبینید اینجا full jobs یعنی seasonal یعنی این رو کپی رو میکنید یعنی job title رو خب کپی رو میکنید یعنی شما کاری چی یخونی میکنید این رو کپی رو کردید. خب دوستان عزیز در اینجا میگذارید. انا در اینجا میپرسید که در یک ماه چند پول کار میکنید. خب شما باز با پشتی خود داخل میشید. شما هم هستین 1570 فوند. خب در پشتی شما هستین آمده است هوای رو در اینجا می‌نویسید 1570 فوند. سیون کنتینیو. خب معلومات دیگر باز میاد یکم معلومات دیگر بخواید درباره خود با ما دهید. نه لازم است سیون کنتینیو دوامش رو پخش میکنید. انا کنون یک بار دوستان عزیز خود دقت خوانده میبرید یعنی در اینجا پشتتون سوقتون آدرستون یعنی سوس نمبر رقمتون رقم تلفن خب علامت های درباره خودتون آدرستون یک بار همش خونده نظر میگذارید. اگر جای خطا باشد معنی برای change is made زیر میکنید بذارید استور میکنید تقسیم میکنید باز هم که پیدا میشد. همش یک بار نظر میگذارید. سال تولد نوع پاسپورت برگردانده سری کپیش سال چندم دو سال چندم تمام شد همیشه از نظر یک بار میگذارید. خوشو کرده این رو من نویسم همچون نمونه. خوش این رو ننویسید این همچون نمونه. وقتی که همشه شده دوستان عزیز یعنی کانتینیو دوام میدهید. خب انا کنون در حد اینجا حالوچ که میگذارید سیوین کانتینیو تخت این پرمجاب رو پخش میکنید. خب در اینجا هم در اینجا یعنی من خوندم تصدیق کردم گفتن حالوچ که میگذارید سیوین کانتینیو دوام میدهید. دکلاراسیاش خب این زیر میکنید من از 18 بالا هستم. خب دوامش میکنید. خب کانتینیو دوام میدهید. من کنون در اینجا دوستان عزیز سیوین کانتینیو رو پخش میکنید. در اینجا نکنن پولی ویزا رو میدهید. پولی ویزا رو پی میدهید. پولی ویزا
میگه وقتی که ما سپردیم $34 بود. خود بسیارم کمتر قیمت شده. شما باز همین درباره خرید سبز زیر میکنید عزیز. در اینجا شما میتونید کارت رو انتخاب میکنید. ویزا کارت باشه ویزا کارت، مستر کارت باشه مستر کارت، یا که نشون انتخاب میکنید. چون مستر کارت باشد مستر کارت رو زیر میکنید. اکنون در اینجا دوستان عزیز همون چی رقم های همون رقم های پیشتی همون کارتی از سال چندم میدید، سال چندم نوتش نشد، همین حوالي رو همینجا مینویسید. یعنی میک پیمنت و یک خطی ثابت پیدا میشه حوالي رو زیر میکنید. یعنی همون در کارتی شما همون نرخ ویزا با طرز اتوماتیک گرفته میشود و بعد از اون یک تو حتی تحریف پیدا میشود چکش رو تخلیه میکنید و بعدی و با پردرجی میکنید و همون 12 میبخشید 10 ورق میشه. یعنی ویزا و همش رو تخلیه میکنید. همون از کچه کرده میگیرید اون یک روزی ما شما پر کردین همین حوالي رو اونجا خودش نیستی است کچه نیستی یا با زبان انگلیسی داونلود نیستی کچه حوالي رو کچه میکنید با طرز اتوماتیک کچه میشه دوستان عزیز. و بعد از اون باز برای اینکه من تمامش رو باز فهموندن نمیتونم برای اینکه باید اینجا خاطر نیستم برای اینکه من الان این رو کردم برای اینکه من تمامش رو نمیفهمونم. خب شما میتونید تمامش رو در باز با پشتی خود وارد شوید. باز در اینجا یک تو تیرکه هست یعنی برای بیومتریا. من این تیرکه رو زیر میکنید در آنجا یک تو ویدیو دیگر هست. اون ویدیو رو تماشا میکنید هرزی پر کردنی بیومتر فهماندهش و در آنجا میدارید با بیومتر میدارید کپی یعنی نسخه زگرین خود رو در آنجا زگروزی میکنید. بعد از اون میدارید تا تنه رفتنی با ویزاوی سنتر رو نیوت میکنید و همون تنه کسی با ویزاوی سنتر میروید. دوستان عزیز معنی این بود پر کردنی دوستان عزیز انکیتی ویزا. من تو کلی ویزا رو گرفتم رو برای شما فهموندم و دوامش آسان است. شما میتونید همین نوعی همون رقمی مسترکارد و ویزاتون رو نویسید و بعد از اون پول رو میگیرد و بیومتر میدارید و پی زگرم رو میگذارید پریمیا رو نیوت میکنید و همون سنه همون دات همون ساکسته با ویزاوی سنتر میروید. خب واقعی در پناه خداوند باشید دوستان عزیز. این ویدیوی تعلیمی بود. امیدوارم که برای شما فایده بخش است.